سلام. یکی از کسایی که این روزها خیلی روی اعصاب ملته این آقای شنبه عادی یا همون شیخ فریه که انگار خوشش میاد هر روز بیاد توی تلویزیون تا با دروغاش یه پرس لعنت از ملت دریافت کنه و ببره واسه 24 ساعت بعد. مقایسه شده بود بین ایران و برخی از کشورهای اروپایی، یک فاصله بسیار زیادی وجود داره. وضع ایران با وضع اروپا، ما مثلا فرض کنید که تعداد افراد فوتی ما بسیار کم بوده، چند درصد بوده، مثلا تعداد 7% بوده، 5% بوده، تعداد بسیار کمی بوده و اونا 22% در بعضی از کشورها، در بعضی از کشورها 22% هم بیشتر بوده. میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره. خب بله بهتره. آفساید آقای شیاد. وقتی شغلت اینه که یه پاکن برداشتی هر روز از آمار واقعی چند تا صفر پاک میکنی و هر روز آمار دوغکی اعلام میکنی، وضعیت از اروپا که چه عرض کنم از 5 قاره جهان بهتره. یه قدم فقط یه نگاه میندازیم به آمار فوتی های کادر درمان، چون دکتر و پرستارایی که به خاطر کرونا فوت میکنن رو مردم میشناسن و نمیشه به سادگی پنهانش کرد. حالا توی فرانسه از 13197 نفر قربانیان کرونا فقط 15 نفرش کادر درمان بودند، ولی توی ایران از 4200 نفری که تا 22 فروردین اعلام کردید حداقل 101 نفر تلفات از کادر درمان داشتیم. اگر میخوای با اروپا مقایسه کنی اینو جواب بده که چطوری میشه اونجا زیر 1% تلفاتشون کادر درمانه ولی اینجا 10 برابر بیشتر شده؟ بدون تعارف بیشترین مبتلایان و تلفات ما در کادر درمانی کشور داریم. این آماریه که خوشبختانه مستقیم پخش میشه تو فضای مجازی و کسی هم نمیتونه انکارش کنه. این دو تا موضوع رو نشون میده، یا شیوع بالای بیماری در کشور ما یا عدم تهیه امکانات اولیه برای اون صد اولیه این دفاع. حالا این تو مجلس خودشونه رودرباسی داره، وگرنه معلومه که هر دوشه. وقتی آمار غلط میدی بعد یه جایی توش گیر میکنی. تو اگر مدعی هستی که وضعیت از همه جا بهتره، پس چرا یه آمار شفاف نمیدی که همه باور کنن؟ چی شد که دیگه آمار فوتی ها رو شهر به شهر اعلام نمیکنی؟ بابا تو خودتون هم کسی آمارها رو باور نمیکنه. و این یک آدرس غلط به اهالی تهران. اونایی که باید نگران باشن نگران نمیشن. میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر می‌کنم باید شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حتما مردم تهران اگر دولت به فکرشون نیست، اگر مجموعه‌های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، حتما خود مردم بدونن تکلیفشون چیه و از خودشون مراقبت کنن. خیلی ممنون. پس یه مجموعه‌های کلانتری هستن که دارن عادی سازی میکنن ها؟ اینم داشته باش. اونایی که عادی سازی میکنن به جز این که با پاک کن اعداد رو پاک میکنن، یه سری نفرات رو هم پاک میکنن. کیا رو؟ اونایی که یه ذره پرده رو از روی واقعیت کنار میزنن. نمونهش اون رئیس بیمارستان تو اردبیل بود. این آماری که من عرض میکنم به هر حال آمار واقعی یعنی این که چند نفر واقعا کرونا گرفتن. حالا از این چند نفر تست انجام دادیم مثبتاً، چند نفر سی تی اسکن شده. در خود بیمارستان امام خمینی از 2 اسفند تا الان بیش از 1000 مورد سی تی اسکن دارم سند و کاملا مشخصه علائم بالینی. بیش از 1000 مورد واقعا علائم کرونا دارن. به خاطر همین حرفا که فقط آمار بیمارستان خودش رو داده، هم خودش، هم رئیسش و هم رئیس یک بیمارستان دیگر رو پاک کردن، اونم تو اوج بحران کرونا. نمونه دیگه تو قم از مقامات علوم پزشکی اومد توی تلویزیون یه سر سوزن نکت زد که یه هفته قبل از اعلام رسمی کرونا در کشور تو 15 استان دیگه هم مورد کرونایی بوده. 30 بهمن بیمارانی بودن که در آیسیو که از بیمارستان ما فوت کردن. ما تشخیصمون این بود که کرونا بایستی که بررسی بشه و خب اصرار کردیم بر این تشخیص.
ما هفته قبل از اون هم کیس داشتیم، بیمار داشتیم که تشخیص کرونا براش گذاشته بودیم، تشخیص حقیقت کووید 19 یا عفونت با ویروس کرونا. خب حالا بر اساس اون دستورالعمل ها چک نشد، ضمن اینکه همزمان با ما در بیش از 15 استان کشور ما کیس های مشابه داشتیم. تازه فقط گفت یه هفته زودتر کرونا اومده، ولی همین کافی بود که اینم پاک کنن. این تهدیدش کردن که بکش کنار که یه وقت تصویر بهتر از اروپای روحانی برفکی نشه. فقط هم اینا نیست، کلا هر کسی که ذره‌ای به واقعیت نزدیک بشه میرن سراغش. بنده 1 ماه پیش در مورد بیماری کووید 19 هشدار دادم و به خاطر همین مسائل هشدار دادم در ایام تعطیلات 8 آذری برای بنده اومد. بنده فردا باید دادگاه برم برای اینکه واقعیت رو گفتم. حالا دوستانی که میگن شما حقایق را بیان نمی‌کنید بدانید اگر ما فردا نبودیم دلیلش مبتلا به کرونا یا تصادف یا اقدام دیگری نیست، سالمه. با پزشکای داخل مرز ایران اگر از واقعیت حرفی بزنن با عزل و اخراج و دادگاه میرن سراغشون. پزشکای بدون مرز هم که اصلا راه نمیدن، دیگه داستانش رو حتما خودتون میدونید. اما همه این پنهانکاری‌ها به خاطر چیه؟ چون قراره که وضع از اروپا بهتر باشه. میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره. خب بله بهتره. وضع ما امروز در مقابله با کرونا از شما بهتر ما داریم مقابله میکنیم. دلیلش صدا و سیمای ماست، دلیلش نیروهای مسلح ما هستن. پس میگه وضع ما بهتره به دلیل صدا و سیما و نیروهای مسلح. اول صدا و سیما. در زمینه مقابله با کرونا که صدا و سیما پروندهش نور بالا میزنه، طوری که چشم رو کور میکنه. از همون اول ماجرا، روز اول اسفند که بعد از کلی تأخیر و این پا اون پا کردن 2 فوتی در قم رو پذیرفتن، صدا و سیما اینجوری به جنگ کرونا رفت. شایعات فراوان فضای مجازی در خصوص ویروس کرونا و اینطور مسائل باعث نشده بود تا خیلی از کاسبا دست از کارشون بکشن یا مردم نرن و خرید نکنن و کاراشون رو انجام ندن. شهرام خیلی اوکی، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. تاثیر این شایعات قرار نگرفت؟ نه خب حالا آخه اینجوری که دیگه فکر کنم این فشار روانی و اون فضای عصبی بدتر از اصل خود کروناست فکر کنم. آره ما زمان جنگ هم زیر بمباران ها این شایعات بود، همه شایعه است. اینا جنگ روانیه و مسلمین و اتحاد میرن پای صندوق رای. روز اول که میشد هنوز قم رو قرنطینه کرد، به جای اینکه به مردم هشدار بده، صدا سیما میگفت کرونا شایعه است، مردم بیاید بیرون تو انتخابات رأی بدید. حالا 2 هفته بعدش که دیگه کرونا کل کشور رو گرفته، همه فهمیدن که حفظ فواصل اجتماعی قانون مقابله با ویروسه، خبرنگاراش مردم رو به شرکت توی این برنامه‌های تبلیغاتی دعوت می‌کردن. اینجا میدان انقلاب است و صفی که مشاهده می‌کنید صف گرفتن دمای بدن هست که مردم هم استقبال کردن. خودتون دیگه ابتدای صف رو ببینید کجاست. قشنگ معلومه که یارو هنوز تو فاز انتخابات مونده. آخه مشنگ، هر صفی که صف انتخابات نیست که براش تبلیغ میکنی. فقط خدا میدونه که تو این صف چقدر کرونا منتقل شده. این از مقابله صدا و سیما با کرونا. حالا بریم سراغ نیروهای مسلح و سپاه و بسیج، ببینیم اونا چطور کرونا رو ترسوندن. و سپاهی و احمق بیشعور سر ظهر ساعت 1:30 برای مردم آلودگی صوتی درست میکنن. خاک بر سرتون کنن. سلام، امروز 21 فروردین، پنجشنبه روز نیمه شعبان. این احمقا دارن
شیرینی پخش میکنن تو این اوضاع کرونایی. مبارک باشه. بسم الله بسم الله آقا بسم الله. نمیخوام آقا نریزه بی تربیت احمق غیر بهداشتی. تا اینجا که بیشتر پشتیبانی از کرونا بود، هم در آزار و اذیت مردم با آلودگی صوتی و هم انتقال آلودگی با پرتاب شیرینی. بیشتر آدم رو یاد انتقام سختشون مینداخت که تلفاتش رو از مردم گرفتن. البته ایراد هم نمیشه به اینا گرفت، چون این جونورا فقط برای سرکوب تربیت شدن. وقتی هم خب به جای چماق شکلات هم بهش بدی، پرت میکنه تو سر مردم. بعد دیگه که خیلی به مغزهای نخودیشون فشار آوردن، این حماسه رو خلق کردن. این سلام نظامی رو به کی میدادن؟ 2 آبپاش چمن گذاشتی رو مشما، به چیش سلام نظامی میدی؟ ببین کارایی که میکنید باید به هم ربط داشته باشه. خب کارواش به سلام نظامی هیچ ربطی نداره. این آقای شیاد که در کشور همه چی آرومه سیر میکنه، وقتی به بحث راه حل مشکلات میرسه، تنها نسخه‌ای که توی دستش داره انشالله درمانیه. یعنی با انشالله و ماشالله میخواد کرونا رو شکست بده. انشالله این مسیر ادامه پیدا میکنن. ساعت هم انشالله خود شهرداری ها پرداخت میکنن به یک نقطه‌ای که نقطه مطلوب انشالله در نهایت برسیم در قدم‌های بعدی که انشالله امسال تولید گندم بیشتر از سال قبل. انشالله از این روزهای سخت رد میشیم. امیدواریم انشالله تابستون خوبی داشته باشیم. امیدواریم شرایطی باشه که انشالله جبران بشه در ماه‌های بعد. این ترددها آزاد میشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. همه این وعده ها و ما از اروپا بهتریم ها برای اینه که مردم رو به کام مرگ کرونا توی خیابون ها بفرسته و خودش رو از مسئولیت مقابله با کرونا در ببره. و میتونه به هر حال این روزهای سخت ما با پیچیدگی‌هایی که رفتار این ویروس در محیط اجتماعی داره، با افزایش رو به تزاید در واقع با یک خطای راهبردی در سطح شهر تهران منجر به پیچیدگی‌های خاصی باشه که تازه الان ما بسیاری از تکانه‌های حضور جمعیتی فعلی رو الان نمی‌بینیم. مطمئن باشید که تا یه هفته دیگه یک هفته 10 روز تا 2 هفته دیگه، یعنی از امروز اگه شهر تهران شلوغ بشه ما آثارش رو شاید تا 10 روز تا 4 روز دیگه در بحث مراجعین کلی و مراجعین سرپایی و بسیاری. من خواهشم همونطور که شما باز هم اشاره فرمودین این هست که حتما توجه خاص بشه. از خطرناک بودن این ویروس چیزی کاسته نشده که ما فکر کنیم با حضور در شهر رو با تسامح باش برخورد. پس آقای شیاد، حتی کارشناسای خودت هم دارن میگن که این خطای راهبردیه. میدون مین کرونا که تو خامنه‌ای مردم رو توش فرستادید جایی برای قمار کردن نیست. بد قماری کردید. خدا نگهدار.